سلام به همه زبان آموزای خودم. چطوری؟ کامنت های درس قبلتون رو خوندم. مکالماتون با بازیگر هالیوودی عالی بود. تا حالا یاد گرفتیم که چجوری خودمون رو معرفی کنیم و امروز هم می‌خوایم جعبه ابزار نجات زبان ترکی رو در اختیارتون بذاریم. یعنی جمله و کلماتی که توی ترکی اگه ولتون کردن نه تنها زنده بمونین بلکه کارتون هم راه بیفته. الان که ماه شهریور ماه و استانبول خیلی قلقل است. این کلمه حکم طلا رو داره. پس در جعبه ابزار رو باز کنیم و ببینیم توش چیه. اولین و مهمترین ابزار ما بله و خیر گفتنه. Evet یعنی بله. Evet. خیلی ساده، مستقیم و بی‌حاشیه. تکرار کنیم. Evet. Hayır یعنی نه. تکرار کنیم. hayır. خیلی از ماها به خاطر نزدیکی با زبان عربی تلفظش خیر میگیم. این اشتباه رو نکنین. ترکا فکر میکنن راجع به کار خیر دارین صحبت میکنین. خیلی قاطع و محکم بگین hayır. انگار که میخواین حقی رو ازشون بگیرین. تکرار کنیم. hayır. توی ترکیه ادب خیلی مهمه. این کلمه رو همیشه گوشه ذهنتون داشته باشین. لطفاً. همون لطفاً خودمونه. خیلی ساده و راحت. تکرار کنین. لطفاً. وقتی میخواین از کسی چیزی رو درخواست کنین باید بگین لطفاً. مثلا bir su lütfen. bakar mısınız lütfen? bir simit lütfen. تشکر کردن توی ترکیه چند مدل داره. teşekkür ederim. تکرار کنیم. teşekkür ederim. teşekkürler. تکرار کنیم. teşekkürler. sağ ol. sağ ol. تشکر ederim یعنی از شما تشکر میکنم. تو موقعیت‌های رسمی عالیه. تشکرler یکم خودمونیه یعنی مرسی. تو 90% مواقع تشکرler استفاده میکنن. و سومی سال دیگه خیلی خودمونیه. با دوست صمیمی، با راننده تاکسی، با کسی که خیلی صمیمی میتونی استفاده کنی. معنیش هم میشه زنده باشی. و جواب تشکر. اگه کسی ازتون تشکر کرد چی میگی؟ میگیم rica ederim یعنی خواهش میکنم. یا میگیم bir şey değil یعنی چیزی نیست، قابل نداشت. پس تکرار کنیم rica ederim یا bir şey değil. خب پیش میاد دیگه توی مترو یا هر جای دیگه به کسی برخورد میکنین یا اینکه میخواین حرف کسی رو قطع کنین. چی باید بگیم؟ باید بگیم pardon. تکرار کنیم pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Affedersiniz. Affedersiniz. پاردون برای یه خطای کوچیکه. مثلا پاتون خورد به پای کسی یا میخواین از وسط 2 نفر رد بشین. باید بگیم پاردون. آفدرسینز مؤدبانه تره یعنی ببخشید. وقتی از گارسون چیزی میخوای اولش میگی آفدرسینز. özür dilerim یعنی عذرخواهی میکنم برای وقتی که واقعا گند زدی. مثلا یه چای رو ریختی روی لباس سفید کسی. تا الان فقط جواب دادیم. حالا میخوایم سوال بپرسیم. این چند تا کلمه رو یاد بگیرید. دیگه تو ترکیه گم نمیشید. نه یعنی چی؟ bu ne یعنی این چیه؟ تکرار کنیم. نه bu ne. nerede یعنی کجا؟ تکرار کنیم. nerede کجا؟ مهمترین سوال زندگی هر توریست اینه. توالت nerede یعنی سرویس بهداشتی کجاست؟ تکرار کنیم. توالت nerede. ne zaman یعنی کی، چه موقع؟ تکرار کنیم. ne zaman. مثلا اتوبوس ne zaman geliyor. اتوبوس ne zaman geliyor یعنی اتوبوس کی میاد. nasıl یعنی چطور، چگونه؟ تکرار کنیم. nasıl. nasıl gidilir یعنی چطوری میشه رفت. nasıl gidilir. neden یعنی چرا؟ تکرار کنیم. neden. kim یعنی کی، چه کسی؟ تکرار کنیم. kim. مثلا او kim یعنی اون کیه؟ او kim. خب فرض کنیم من تو ایستگاه متروی تکسیم گم شدم و میخوام برم اسکله امیرنی.
ببینید چجوری از جعبه ابزارم استفاده میکنم. Affedersiniz. Evet, Eminönü vapur iskelesi nerede? bu taraftan. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. دیدید به همین سادگی با 2-3 تا کلمه کارم راه افتاد. ایول به شما، جعبه ابزار شما رسما آماده است. حالا تکلیف این جلسه. یه موقعیت سختی رو توی ترکیه در نظر بگیرید. مثلا توی بازار بزرگ گم شدید و دنبال یه مغازه خاصی می‌گردید. با استفاده از کلمات کلیدی که امروز یاد گرفتیم، 3 تا سوال کلیدی که بتونیم باهاش راهتون رو پیدا کنیم برام کامنت کنید و بنویسید. درس بعدی قراره خیلی خوشمزه و البته خطرناک باشه. میریم سراغ اعداد و خرید کردن. قراره که یاد بگیریم که چجوری سر خرید چونه بزنیم و تخفیف بگیریم. اگه این جعبه ابزار به دردتون خورد، با اون لایک خوشگله بهم انرژی بدین و سابسکرایب یادتون نره. سرتون رو درد نیارم. تا جلسه بعد، görüşürüz.